یو گایز بچه ها چطور؟ خیلی وقت بود، تقریبا نزدیک به 2 ماه من شما رو ندیده بودم که خب در کل من هیچ وقت شما رو نمیبینم، در اصل شما منو میبینید. هی داره فکر میکنه مسئله رو به فهم همش به خودش فشار میاره. خب تو که عقل نداری چرا حرف میزنی؟ ولی خوشحالم که امروز نشستم اینجا و میخوام یه ویدیو ضبط کنم بعد فکر کنم 2 ماه. آره، و قراره که یه سم داشته باشیم، یک زیبایی، یک چیزی که 100% توی تصویر ویدیو هم دیدید، لحظات خنده‌دار و سم فوتبال که چیزایی که تو تصویر دیدید فکر کنم شما رو جذب کرده این که بخواید بیان این ویدیو رو ببینید و پشیمون نمیشید. خوشحال میشم که کانال پیج اینستامو فالو کنید، اونجا تمام اخبار رو میذارم، یعنی اخبار خودم و میم هست. کانال روبیکا هم زدیم و شما میتونید برید از طریق لینکی که توی کپشن میذارم کانال روبیکامون هم بهش دسترسی داشته باشید. چقدر توپق میزنم، روبیکامون هم بهش دسترسی داشته باشید و اونجا کلی چیز خفن، کلی صحنه‌ای که تو چنل آپاراتو یوتیوب نمیتونید ببینیدشون رو ببینید و همین. کلی ویدیو خفن اونجا هست، میتونید ببینید، کلی معرفی خفن، سایت ویدیوهای گیمینگ، سایت انیمیشن های قشنگ و جالب و زیبا و اینا اونجا هست که شما میتونید برید ببینید. آموزش ها هم میتونید برید ببینید. در کل روبیکامون یه ذره بهتر از اینستا. در کل میتونید تو هر دوتا اینا برید و توی کپشن مینویسم چیزشو، آیدیشو. اینجا هم براتون اینستا حتما نوشته میشه آیدیش، یعنی کل ویدیو یا اینجا یه جایی از اینجا هست و خوشحال میشم که این ویدیو رو فالو کنید، این ویدیو رو لایک کنید، چنل من رو تو آپارات فالو کنید، زنگوله بغلش هم بزنید. اگر ما رو توی یوتیوب میبینید ویدیومو لایک کنید، سابسکرایب کنید، روی آل بذارید تا از تمام ویدیوهایی که میذاریم با خبر بشید و کامنت انگلیسی هم یادتون نره. خیلی زود تون سریع بریم سراغ لحظات خنده‌دار و لحظات سم فوتبال. همین، لیتس گو. خب بچه ها شروع شد ویدیو، امیدوارم که خوشتون بیاد و موسیقی شب قشنگه. یه دونه گل نتو آبا داره کجا میریزه؟ رفت تو خونه الان این اوه اومد تو خونه توپه. شانس آورد. این یارو فکر کنم نگاه کن، اگر خوب دقت کنید بقیه‌ش هم نیست، احساس میکنم ارنیک هالند هویج رو در دهن میذاره و امضا میزنه و اینجا هم که پسر بچه میگه بدبخت اونجا پوشید. داور نابود شد. حالا اگه تو ایران بود 100% فوش این چرا خالی کرد؟ این چیه؟ داره میرقصه.
خب وارد بخش دوم داریم میشیم. حالش خوب نبود. بذارید ببینم صدای ویدیو زیاد. الان صداش زیاد شد. کجا رفت توپ اون وقت؟ فکر کنم میذاره صداش زیاد شد. آره net niet gevonden. En daar Pinot wilde ver weg schieten en dat lukte niet. En dan gaat die bal tegen de deklat. En is er Franks in de rebound. Die op een of andere manier niet kan scoren. Hij trapt op de bal. Wat een misser van Aster Franks. اینا به نظر من لحظات خنده‌دار نیست، لحظات pusta bramka, no wydaje się, że nie może سردرباور. być inaczej jak 1-3, proszę zobaczyć co tutaj się dzieje, no ta sytuacja będzie zapewne hitem آقا اونجا internetu. کشتی دارم میگیره. Oh, and the kick! Oh, he's in the fire, Germanotti, Riggs! آقا اون یه باری هم که این با کلش زد تو دروازه رفته بود. Tudja kapura tenni, Tóth Barna megcsinálja a Cseh. Sikerül blokkolni, és aztán Hadaró nem tudja kapura lőni. Óriási nyomása, Szegedi kapun, és ott Ils vont reconnaître la pelouse et après il y aura la conférence de presse avec Thomas Tuchel. جون چه دلبریه. سپنتا بمبر پیگیری کن، شماره این دافولی بگیر بده من که باهاش کار دارم. دوستان علاقه‌مند بزنم عقب یه بار دیگه صحنه رو با تمام جزئیات مشاهده کنن و لذت ببرن. کشتینش دیگه ولش کنید احمقا، با این روشتون بیچاره گشاد شد. اینو بیرون می‌ریزه. اوه احتمالاً چون لخت بود دختره ازش خوشش اومد. عشق در یک نگاه به این میگن عزیزان. زنه رو دوباره چرا اینجوری بود؟ آقا شلوالو در آورد. گرفته ول نمی‌کنه. اوه تکی از سادگیش آدم خندش میگیره، یعنی از اینکه واقعا انقدر ساده است. Harcol ki például. Elcsúszik a védő, így lesz Lukicsé. Nagy védés, és ott van a kipattanó. Nem tudja berúgni. Majd Dominik. Tordai kezéről pont oda került. خیلی بد. خودش رفت تو دروازه. اوه بد. با پاشون دارن برفا رو تمیز میکنن. قطار وسط این قضیه آقا برای چی؟ واه قشنگ خورد به دستش آوری. با کفشه
چیکار I guess he میکنه؟ won't stop scoring. The next goal, 17. Little kiss from Jude. How good was he tonight? Yeah, he's amazing. خدایی خوب دریبل کرد ولی خب واه بابا این بشر مرد تو این بازی. دوبار مصدوم کرد بازی کنو. وای خیلی باحاله. چرا؟ وای اینا دارن چی؟ باز هم به دوستان علاقه‌مند پیشنهاد میکنم که بزنن عقب و seconds later. Charlison given that chance there to have a shot, but Jamie, you've spotted some rather casual moments. خب بچه‌ها ممنون که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردین. خندیدیم، خیلی خندیدیم و دوباره هم میگم که به کسای علاقه‌مند بزنن عقب‌تر ببینن و تو اون لحظات باید فرشاد سایلنت رو کنار خودمون داشتیم، الگوی همه ما، در صورتی که من تو قلبش چاقو فرو کردم. تو ویدیوهای بعدی که آپلود میشه میبینید، تو ویدیوهای مشترک و اونجا مجبور بودم این کار رو بکنم. و اینکه ممنون که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردین. آپارات رو فالو کنید، ویدیو رو لایک کنید. اگر از اینجور ویدیوها خوشتون میاد چه تو یوتیوب چه تو آپارات برام کامنت کنید که از این ویدیوها بسازم و یا با لایکاتون نشون بدید که از این ویدیوها بسازم. و هر ویدیویی هم که خواستید بسازم، هر آموزشی که خواستید بسازم. تا حالا تو این چنل ما آموزش نداشتیم که شاید داشته باشیم. اگر کسی خواست به من بگه که من انجام بدم. ممنون بابت تماشای ویدیو و بای.